فرض کن ساعت 12 شب چشمتو میبندی. بعد ساعت 4 صبح بیدار میشی و حس میکنی انگار 10 روز توی کوههای هیمالیا مدیتیشن کردی. عجیب به نظر میرسه نه؟ ولی اگر با علم و یه سری تکنیک زمانبندی درست بری جلو میتونی کلی انرژی بگیری بدون اینکه نصف عمرتو بخوابی. بیا بریم سر اصل مطلب. بیشتر آدما فکر میکنن خواب مثل شارژ گوشیه. هرچی بیشتر بخوابی بیشتر شارژ میشه. ولی بدن انقدر ساده نیست. حتما برات پیش اومده که 9 ساعت خوابیدی ولی باز پا شدی مثل زامبی. چرا؟ چون زیاد خوابیدن مساوی با خوب خوابیدن نیست. اصل کار اینه که خواب با کیفیت داشته باشی. باید بفهمی چرخه خواب چیه. خواب 5 مرحله داره تو هر چرخه. مرحله 1 و 2 خواب سبک در حال رفتن به خواب عمیق. مرحله 3 و 4 خواب عمیق، بدن داره ترمیم میشه، هورمون‌ها ترشح میشن. مرحله 5 خواب REM، همون خوابی که توش خواب میبینی و مغز اطلاعاتتو مرتب میکنه. هر چرخه حدوداً 90 دقیقه است. اگه وسط خواب عمیق بیدارشی گیجی و خوابالودی و دنبال صبحونه‌ای. ولی اگر آخر یه چرخه بیدارشی انگار تازه از خوابگاه انرژی برگشتی. پس به جای اینکه 8 ساعت بی برنامه بخوابی، مثلا 3 چرخه کامل بخواب. یعنی حدوداً 4 ساعت و نیم، ولی با کیفیت. حالا چطوری کیفیت خواب رو ببریم بالا؟ اگه قرار کمتر بخوابی، هر دقیقش باید مفید باشه. اینا کارایی هستند که باید بکنی. 1. حالت غار درست کن. یعنی اتاق تاریک، دمای خنک بین 16 تا 19 درجه. هیچ صدایی نباشه یا نویز سفید بذار. 2. نور آبی رو حذف کن 1 تا 2 ساعت قبل از خواب. این نور باعث میشه ملاتونین یا هورمون خواب از بین بره. حالت شب موبایل رو روشن کن یا عینک ضد نور آبی بزن یا موبایل تو بذار زمین. 3. از مکمل‌هایی مثل منیزیم، گلایسین و التئانین استفاده کن. اینا کمک میکنن آرامش بگیری و خواب عمیق‌تری داشته باشی. این ترکیب‌های طبیعی مثل منیزیم و التئانین کمک میکنن سریعتر خوابت ببره و بری توی خواب عمیق. منیزیم گلیسینات یعنی مغز آروم به علاوه عضلات ریلکس شده. التئانین که توی چای سبز هست استرس و اضطراب تو کم میکنه. 4. عادتهای قبل خواب یا همون روتین خواب. همونطور که قبل خواب مسواک میزنی، مغزت هم نیاز داره بفهمه وقت خوابه. مثلا میتونی مدیتیشن کنی، کتاب بخونی، خاطره بنویسی یا آهنگ آرامش بخش گوش بدی. مغزتو از قبل خواب آماده کن که وقت خوابه. نه اینکه وقتی سرتو گذاشتی رو بالش تازه بخواد خاموش بشه. حالا بریم چند تصور غلط رایج در مورد خواب رو نابود کنیم. اگه 8 ساعت نخوابیم میمیریم. نه بابا، این اصلا درست نیست. خواب هر کسی فرق داره. بعضی از آدم‌های حرفه‌ای بدنشون رو طوری تمرین میدن که با خواب کمتر هم سر حال باشن. مهم کیفیت خوابه، نه صرفاً تعداد ساعتش. چرت زدن فقط مال تنبل هاست. باور غلط. یه چرت 20 تا 30 دقیقه‌ای مثلا وسط روز میتونه تمرکز، حافظه و انرژی تو مثل دکمه ریست مغز شارژ کنه. حتی ناسا یا آژانس فضایی آمریکا هم توصیه‌اش اینه. من آدم شب زنده داریم. نمیتونم زود بخوابم. خب این بیشتر از این که ذاتی باشه یه عادته. ولی میتونی ساعت بیولوژیکی بدنت رو دوباره تنظیم کنی با نور درست، برنامه‌ریزی منظم و زمانبندی درست غذا خوردن. ترفند خواب ارتشی. میخوای توی 2 دقیقه خوابت ببره؟ این روش نظامیه. حتی خلبانای جنگنده هم ازش استفاده میکنن. 1. اول صورتتو شل کن، فک، زبون و چشم‌ها. 2. بعد شونه‌هات و دست‌هات رو ول کن. یه نفس عمیق بکش، کامل بیرون بده. قفسه سینه‌ت رو ریلکس کن. پاهات رو از بالا تا پایین شل کن. ذهنتو خالی کن. خودتو تصور کن که توی یه قایق روی دریاچه آروم دراز کشیدی. توی ذهنت تکرار کن. فکر نکن، فکر نکن و فکر نکن. اگر تمرینش کنی، بعد یه مدت زیر 2 دقیقه خوابت میبره.
خیلی خفنه. سرچ کن و ببین. من قبلا 10 ساعت میخوابیدم ولی باز خسته بودم. بعد فهمیدم که بدنم خسته نبود، ذهنم بود. زیادی شلوغش کرده بودم. هی فکر، هی اسکرول کردن، مقایسه، دنبال کردن و چیزای بیخود. وقتی خواب و جدی گرفتیم، نه به عنوان وقت تلف کردن، بلکه به عنوان سوخت مغز همه چی عوض میشه. خواب بهتر برابر با تصمیم‌های بهتر. تصمیم‌های بهتر برابر با زندگی بهتر. اگه میخوای روز تو بهتره کنی، باید شب تو ببری. تو به خواب بیشتری نیاز نداری. به خواب هوشمندانه نیاز داری. زود بیدار شو، هدف تو بزن، مثل مینیمالیست ها بخواب، مثل یه ماشین بلند شو. آخرش هم ازت میپرسه روتین خواب الانت چطوریه؟ امشب کدوم یکی از ترفندها رو امتحان میکنی؟ اگه مغزت چیزی یاد گرفت، دکمه لایو و سابسکرایب رو بزن.